مهدی مومنی و حسن بیت سعید هم پشت سرش حضور دارن. فاز هجومی تیم استقلال خوزستان هواداران ایرانی حاضر در مسقط رو می‌بینید. یه ضد حمله از بازیکن الفت، یه شوت از راه دور و توپی از بالای دروازه به بیرون میره. کم کم دارن میان تو فاز حمله بازیکن الفت و اون اختیار بازی رو گرفتن از بچه استقلال خوزستان. علی از زغان یه حرکت داخل منطقه جریمه، بعد مهنا و کورنر شد فکر کنم. بله این میتونه آخرین فرصت باشه برای تیم الفت. حالا کورنر ارسال میکنه رو تیر، یک خطرناک ضربه سر و زد. اگه تو چارچوب بود ممکن بود اتفاق بدی بیفته برای استقلال خوزستان. خوشبختانه این توپ به بیرون رفت و وحید شیخ بیسی یک بار دیگه از مقابل دروازه استقلال خوزستان باید کارو آغاز کنه. برمیگرده حسن بیت سعید و سوت پایان چقدر قشنگ 2 دقیقه وقت تلف شده گرفت، تو 1 دقیقه سوت پایان نیمه اول رو زد آقای قاسم. بیت سعید نگاه میکنه به اطراف، عقب‌تر برای مهدی مومنی. خود مومنی گارد شوت رو میگیره، پا دو پا میزنه، فرصت برای استقلال خوزستان، یه ضربه و واکنش خوب از علی ابراهیم المزیدی. یک صحنه دیدنی از بازیکن استقلال خوزستان، چه بغل پای زد حسن بیت سعید. یه بار یه ضربه کنه زده میشه، فرصت هست برای استقلال خوزستان، میره دروازه باز شه، اونجا توپ روی حواس آرش افشین و تو شلوغی یه بار دیگه یعنی مزیدی توپو جمع میکنه. ادامه آفساید هم شد ظاهرا. اونجا بازی رو نگه میداره آقای قاسم مهند، توضیح میده طیبی، تذکر رو میده به طیبی و ناتان جونیور برزیلی حرکت میکنن. حالا ارسال میشه کنه رو تیر، یک ضربه سر میره دروازه باز شه که اینجا هم نمیفته. به سمت چپ فرصت برای بازیکن استقلال خوزستان، یه ارسال و مش میکنه توپو. مزیدی نانگ رو دستش رفته و ضربه سر رو بزنه و خطش گرفت آلویس نانگ. حالا حرکت از بازیکن استقلال خوزستان به چپ میبرن. بیت سعید یه ضربه میزنه و توپ کنار دروازه میخوره. بیت سعید کورنر رو میزنه رو تیر، یه فرصت و توپی که از کنار دروازه باز هم به بیرون میره. آلویس نانگ برای آرش افشین میرن تو حمله بازیکن استقلال خوزستان به سمت چپ میبره بیت سعید، افشین تو میره، بیت سعید سر توپ میزنه برمیگره همونجا پای چپ درست جایی زد که علی مزیدی حضور داشت، توپ دستش رها شده بود، اونجا نانگ حی حاضر بود اما گرفت توپو. ضربه خطر میزنه بازیکن الفت رو تیر، یک ضربه سر میرفت دروازه باز شه، اونجا از رو خط توپو برگردونه، یه ارسال دیگه و شیخ بیسی گل خرید دانیال ماهینی. بازیکن استقلال خوزستان و یک ضربه کورنر دیگه. حالا ارسال میکنن رو تیر، دو فرصت، یه ضربه سر دروازه باز میشه. بالاخره به گل میرسه نماینده ایران. استقلال خوزستان دقیقه 80 دروازه الفت رو باز میکنه. بالاخره یک ضربه کورنر. استقلال خوزستان 1 الفت عربستان 0. خوشحالی هواداران ایرانی در ورزشگاه سلطان قابوس، نماینده ایران به گل میرسه. حالا 10 دقیقه حساس میبینیم شیرزادی ارسال کرد، این بار درست شیفرسه تو نقطه کور خط دفاع و این ضربه سر